عزیز خواهش میکنم ویدیو کوتاه کم که خراب نیست از شما خواهش همین ویدیو را لایک کامنتر شپا کنه و کدام در اینترست خانه داره انتظار شد پول تماشا کنه خانه را با دقت خانه سه در خانه با وانه و دوش قالین پلاس همش پلوس این یک هکتار زمین در 900,000 خلاص اگه زبان شبیه با ارزان تاتون میکنه ویدیو را پاک کنه ان شاء الله تا که مردم تماشا کنه. السلام علیکم و رحمت الله. تماشا میکنیم. خب ویدیو بعد دوستان عزیز چند روز پیش در همون شهر صفونو کردگی سمالینسکی اوبلاست 320 کیلومتر از مسکو دوره در همجا کردگی دوستان ما خیلی دیرتر پرتفتیمش به همون خاطر دستگیریش کنیم ما خودمون یه شهر دیگه میریم. خدا نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان عزیز. کمتر بارون برفای اهمیت نتی امروز قرار داریم با در شهر صفونو خدمت که اسپید نکردی خانه پیشکی ماندن میگفته این قیمت یاتش 11 میلیون بود گفته قیمت خیش 500 گفتیم الحمدلله در 420 فروختیمش 420 طرف نرخ نوش الحمدلله. باز یک خانه دیگه سه خانگاه با کوخنی و نفنه همش در درونش با تمام صنعتش ان شاء الله از نشون میتیم. میدونه چند قدر ساتیق زمین داره؟ دکومیتال نه 40 ساتیق داره. اصلیش یک هکتار دیگه دودگیشان طول چند قدره؟ بیچه 20 روک یک هکتار زمین دیگه دادیانش که استفاده بر یعنی 40 خطی اوای آبشی یک هکتار میشه میتونه استفاده بری. حاضر من همش ان شاء الله نشون میتیم یعنی پس اکران ببینید دوستان عزیز چقدر کلان حجمی همین زمین خانه کدمتی میخرید دوستان عزیز. باز نرخ نوش بعترک میگم تماشا کنید. از این دروازش آهنی این بیتون میتونش خشور ریختگی این ان شاء الله حاضر من همش نشونتون میتیم. این اینجا پرنیک گشنیچ پشنیچ گپ چپ این 8 سال دیگه علاوه میکنی. خوب دوستان عزیز سیو نوک این با کلود است مالود است داره او پوش همش نساز پاساز زدگی این کانالیزاسیون همین خیرفتگی دوستان همین خیلی خلاصه از اینکه با تمام صنعت تریزهاش پلاستیکی این کلود است شمتراس میره در خونه خلاصه او بارونم در همجا میریزه. خوب دوستان عزیز این ها سیتکش بهت سیتکا پایه‌ها ریختگی بیتون کتی محکم یعنی که میگیری خدمت فیرما کنی برای فیرما کنی زوره اینا نگاه کنی این همسایگی شای تو اونجا را فیرما و پرنیکی گپ چپ کرده رفته ان شاء الله. خوب دوستان ویدیو درست‌تر هم شب پروستا میفورم که بعد دقت نشون تو بدیم که با نگه کی اجوشن نشون دادی این اجوشن ندادی این سیور ریختم توی سیو بخریم. خوب دوستان خلاصه از این ما که تو اصلا رفتن نمیتونم همه خیلی این همون تو هم جنگل میبینه رنگی اون همه زمین کردگه همه میتونه پول نسیمی یک هکتار بگیره زمین مینه فیرما مینه برای قیمت نیست نرخ نواش. خوب این سیو نوک گپ چپ سیورم چورش تنگ سیو بخریم. خوب خلاصه دوستان ممکن یک روز بعد ما ویدیو را پارتیم به خاطر که یعنی از شهر دور میریم ویدیوها بسیارن اما این ویدیو در خود صفونو کردگه این ها دوستان عزیز پول نسی همه خیلی زمین پمین همش ایختون میشه این همه خیلی خلاصه از این نشان دادم با کروک حاضر میریم درون نشان میتیم درونی خانه را. خوب دوستان عزیز میریم درونی خانه را نشان میتیم اینا با این پاراشا سیتکش هم نشان میتیم بناگه که یا پاراشا نشان داد یا پاراشا نشان نداد. اینا دوستان عزیز زبور اینا بیتون همشو ریختگی سیتکا مخم کردگی اینا دوستان عزیز حاضر میریم درون عزیز میریم درونی خانه میدرویم. خب دراش آهنی این خونه یکم دوستان عزیز عزیز ما اومدیم یکم مخدوم در یکمش خونه کی کوخنی بود این قطعه کلون کوخنی گاز پاز خلادین پلادین خلاصه کسی یا بگیره هم میدره پروسو زندگی مینه به همه چیزش قطعی همون مثلا برادری کامپرسون به همه چیزش بکنم این حتی میدرم یکم کوخنی بعد یکم اول بگیم چیز بدرم وانش بعد این وانش دوستان عزیز این همه چیز شرایطش او پو همش بولو کلاپو کاروچی او بوزی اونیتاز این دوشابو چی میگن اینش او گرمک او خنکنه خلاص از این میشه کوخنی دوستان عزیز میدرویم در چی در خونه این بسم الله الرحمن الرحیم این کلیدورش دوستان کلیدورش چند به چندش کنم 1 2 3 4 متر کلیدور شد 4 متر 4 در یک یا 4 در یک کلیدور شد میدرویم دستیروس یکم خانه دوستان عزیز با تمام صنعتش دیوان پیوان کسی میگیره هم تا پروستو میگیره زندگی میکنه فقط فول اینا میگیریم دستی چپ چی میشه دیوم خونه دوستان عزیز
این ای دیم خونه. خوب دوستان عزیز میتونی ان شاء الله با دیوان پیوان فانیر قروچی همه اینا همش کار میکنه، همش به حضور. میگذاریم راستکی سیم خونه. اینا با سیم خونه با پلاس مالاس قاعدوی اینا بچه‌ها هم میگیره کدیسون. اینا بچه‌ها چیه؟ اختاش کدی بچه‌ها کدیمش بگیره اینی خوراکش. خلاصه همه شرایطش هست. هر یک کامنته دوستان عزیز خیلی شوخی می‌کنم گاگو. هر یک کامنتش پلاس قالین و شکاف و بعد با خوبی شوخی دوستان عزیز چیاشون پلاستیکیان. اینا ای ترزوش همش پلاستیکن. خوب دوستان. خیلی دیگه من نمیدونم چی بگم. خیلی شرایط با خودم سوم داشتم. حاضر خودم میگیرم تو با نگه که خودت نمیخریش. یعنی من ندارم شرایط. خلاص از صحبت داشت دارم چیکنیم کوخنی. دوستان مهربان خانه با 1 گکتار زمین، گکتارش میگن 1 گکتار زمین با حوالی پرنیک گشنیچ پیاز با خانه پلاس قالین لوله گاز خلدین پلدین کروچی همه 900,000ش میگیم نه که با سودا میکنیم همه‌اش 500 گفتیم خلاصه در 400 چند فروختیمش 420,000 خلاصه از اینکه ان شاء الله ایشم نرخ نوای خوب میکنیم فقط خواهش میکنم از شما بیکار زنگ نزنید کدمت خانه خری کدمت فیرما و گاو مال و گوسفند میکنی همون شخصا زنگ بزنن مردم هم کار و زندگی دارن خداوند نگهبان تو دعا کنه پروردگار دعا ما که خونه را فروشیم و در کار خیریانه که با نگه چای بچه فروخته سودایش برای بچه خیلی زندگی هر یک انسان مشکلات زندگی خچ داره که گفته در کار نیست و نگه موبیلیزاسیون گرفته شده یا بچه ممکنه خوب خانه مستحکم کروگش محکم 1 گکتار زمین خانه و در با 3 در خانه با کوخنی و وانه پنه و دوش پوش قاعدویش دوستان عزیز همش فروخته میشه در 900,000 شاید اگر با آدم میگن که همین زبان شیرین ما را هیچش میبره زبان شیرین باشه ممکن ارزونش کنه خداوند نگهبان در حق ما دعا کنه از شما خواهش یک همین ویدیو را پخش کنید تا مردمی که نیاز دارن آیی به خانه بخرن. السلام علیکم دوستان عزیز این راهش با نگه که راهش خیلی این راهش به خانه 800 متر به خانه را قریب 1 کیلومتر به خانه را و خصوصی خانه کمتر ریخت اگه این اسفالت این از میریم در رای کلون یعنی که تراس کلون این طرف دسیراس سنت مینسک ایس مسکو این راه نه بود دیگه این فروها را ببینید سبحان الله